برسیم به اولین تسک امتحان PT به نام Read Aloud. در این تسک از شما خواسته میشه که از روی یک متنی بخونی. حالا این متن ها میتونه آسون باشه، میتونه متون سخت باشه، میتونه لغات پیچیده درش داشته باشه. در این قسمت ما باید با صدای رسا، یک صدای شاداب و فاقد از استرس بخونید و تمام بکنید. تسک Read Aloud سومین تسک مهم امتحان PT هست که 44 نمره داره. 24 نمرش نمره اسپیکینگتون هست و 20 نمرش نمره ریدینگتون هست. یعنی دوستانی که در قسمت ریدینگ ضعیفن میتونن با تقویت قسمت اسپیکینگشون تسک Read Aloud 20 نمره بذارن روی نمره قسمت بسیار سخت ریدینگشون که اون 20 نمره به کانتنت یا محتوای گفتاری شما تعلق خواهد گرفت و اون 24 نمره شامل پرونانسیشن و فلوئنسی یعنی روانخوانی و تلفظ شما خواهد بود. خب تلفظ خوب یعنی چی؟ یعنی با رعایت استرس کلمات بتونیم یک کلمه رو درست بخونیم. هر کلمه‌ای رو که ما غلط بخونیم به تبع به همون اندازه از ما تو این قسمت نمره کم میکنه. در قسمت فلوئنسیش اگه ما بیایم توپق بزنیم، قطع بکنیم، وصل بکنیم، با ریتم نامناسب بخونیم، ریتممون رو کند بکنیم، تند بکنیم، این باعث میشه که نمره فلوئنسی ما بیفته. و در قسمت محتوا اگه ما بیایم به کلمه خیلی مهمی رو غلط بخونیم یا اگه بیایم از اینتونیشن صدامون نامناسب استفاده کنیم و ویرگول و نقطه ها رو رعایت نکنیم، نمره کانتنت از ما کم میشه. در فارسی از قدیم یک مثالی داشتیم برای این کانتنت. میگیم بخشش جایز نیست ادامش کنید، بخشش جایز نیست ادامش کنید. دو تا متن یکسان با 2 تا کانتنت متفاوت هستش. حالا بر فرض مثال اگه ما تو متنمون مورد اولش مورد نظر کسی باشه که امتحان میخواد بگیره از شما بیاین جای ویرگول رو جابجا کنین و با یک اینتونیشن دیگه بخونین، خب نمره کانتنتش رو مسلما از دست میدین و نمره ریدینگتون بسیار کم میشه.